سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدیم با بررسی یه گیم جدید. همین گیمی که دارید مشاهده میکنید با نام سیگما اف اف. این گیم خیلی چیزاش کپی از فری فایره، یه سری چیزاش اصلا همونیه که توی فری فایره. حالا یه سری چیزاش هم یه سری تفاوت‌ها هست بینشون، اما تفاوت اصلی سبک دوتا بازیه. این بازی اکشن، فری فایر بتل رویاله. یعنی اون اصلا یه سبک جداه، این یه دنیای دیگه است. البته این گیم قبلا دقیقا مثل فری فایر بود، کپی از فری فایر بود، همون فری فایر خودمون بود، فقط یه شرکت دیگه ساخته بودش. یه ذره مثلا شکل گانا فرق داشت و خیلی کم هم گرافیک بازی تفاوت داشت، و نه همون هر موقع فری فایر آپدیت میداد اینم آپدیت میداد. حالا ظاهرا شرکت گارنا ازشون شکایت کرده دیگه، بازی رو عوضش کردن، مجبور شدن یه آپدیت بدن کلا سبک بازی عوض شه. الان سبک این اکشن و اون بتل رویاله. اسم بازی سیگما اف اف، آیکونش هم تقریبا کپی از روی فری فایره. وقتی وارد بازی میشید یه صفحه خوش آمدگویی بهتون میاره جلوتون. رو همین اولی میزنید استارت گیم. توی صفحه بعدی دوتا ست براتون میاره یا دوتا کاراکتر. اولی ست و 444 و دومی بندیت قرمزه که از ستای قدیمی و پرطرفدار بازی هم هستن اتفاقا. حالا به انتخاب خودتون یکی رو انتخاب میکنید. من وایت رو انتخاب میکنم. صفحه بعدی یه دونه مپ داره، انتخاب مپ یه دونه داره به نام برمودا، یعنی اصلا همین توی همین نقشم مشخص دقیقا مثل برمودا خودمون توی فری فایره. البته قرار نیست بره توی برمودا بازی کنیم ما. حالا نکنید چطوریه، کلا سبکش فرق میکنه. حالا این برای اینکه ماهیت خودش از دست نده گذاشتتش. ببینید بازی سبکش اینطوریه، مثلا مثل فری فایر نیست بری بگردی دنبال گان انمی بیاری. بازی بدون اینترنت میاره، آفلاینه. یعنی اینجوری نیست که آنلاین باشه شما بخواد با کسی بازی کنید، خود ربات بازی باتون بازی میکنه. خیلی چیزاش هم مثل فری فایره. ببین الان اون لیفترها که مثلا کنار مثل فری فایر دقیقاً. کاراکتری که شما دارید باش میاد جلوتون باش فایت میدید اصلا همون کاراکتر مشت فری فایره، یا همون کاراکتر کلا بهش میگیم ما، اسمش کاراکتر کلاه. حالا هر کدوم اسم جدا خودشونو دارن. الان توی اینجا تبلیغ بازی ببینید اسم سیگما اف اف روی دیوار هست، ولی بازی کلا قبلا مثل فری فایر بود. حالا ظاهرا شکایت کرد گارنا، مجبور شدن عوض کنه. الان هم سبکشو کلا، نه اینکه یه سری چیزاشو کلا تغییر بدن، انقدر کپی از روی فری فایر بود که دیگه مجبور شدن کلا سبکشو عوض کنن، کلا ببرن توی دنیای دیگه. ببین الان من اون بشکره زدم روی زمین شاتگان دلول اومد. یه چیز دیگه هم که از صدای بازی و جلوه های بازی هم مثل فری فایره. ببینید من الان صدا رو زیاد میکنم ببینید. این صدای بازی حالا چون زیاده من مجبورم ببندم صدا خودم بیاد. انقدر کپی از روی فری فایر که دیگه صداش هم نکردن خودشون جدید بسازن، همون صدا فری فایر رو برداشتن آوردن اینجا دارن از روش کپی برداری میکنن. این حالا من یه جا بیاد حرکت نکنم گوگوگوش هم مثل خود فری فایره، اون حرکت میکنی تو نمیکنی یارا تو فری فایر میگن تو اسکوادی. ببینید Audio Jungle. بعد اینا رو بزنید همون دقیقا مثل فری فایره، ست وایت و همون کاراکترها فری فایر رو قبلا کلا از روی فری فایر بود همه چیش. وقتی شما برنده میشی اینجوری بویا هم اتفاقا میاد روی صفحه، همین نشون بویایی که توی فری فایر هم هست میاد روی صفحه. نصبش هم خیلی آسونه، شما میرید توی مارکت سرچ میکنی سیگما اف اف، همون بازی که میاد بالا دانلود میکنی. حجمش هم حدود 30-40 مگابایت، زیاد نیست. حالا برای کسایی که بلد نیستن نصبش کنن، من توی آیدی کانال تلگرامم الان روی صفحه میاد، توی تلگرام فایل نصبیشو میذارم. بچه اگه دوست داشتید کامنت بذارید، لایک کنید، ساب کنید، حمایت کنید.
و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.